خوش اومدید به باما نایت تونایت. امیدوارم که حال یکیتون alright. آقا لایک، سابسکرایب، زنگ، شیر، کامنت هرچی هست بزن دیگه، هر سری نباید بهت بگیم. خدا وکیلی. این سری اومدیم سوتی‌های خاک برسری و به علاوه 18 تون رو بخونیم، نمره بدیم با هم، ببینیم چه کردید. وقتتون رو نمیگیریم، بزن بریم. سلام پارسا، چطوری؟ آقا من بدترین سوتی که دادم و یادم میاد اینه که خالم یه مطلب طنزی توی گروه خانوادگی فرستاده بود، بعد من اومدم یه گیف ارسال گیف سکسی فرستاده، کنم و یه گیف طنز ارسال کنم و ریاکت کنم به این پستی که فرستاده بود. اشتباهی به جای گیف طنز گیف سکسی فرستادم. بعد سکسی معمولی بگی در بوس و اینا، نه خیلی بدتر. اومدم پاکش کنم، تونسته پاک کنه یا نه؟ فکر نمی‌کنم. طرف هول کردم، فقط برای خودم پاکش کردم. اون موقع تلگرام گزینه آندو نداشت. هیچی دیگه. بعد دایی اومد تیوی بعد گفتش حالا من که پاکش کردم ولی دیگه تکرار نشه. آبروم رفت. آقا ما حالا نمره رو میخوایم بیس رو این که چقدر آکتابه و اینکه چقدر به عنوان شنونده واسه ما خنده داره بدیم. از 10 خیلی آکتاب و خنده دار، 1 بیمزه. حالا اینو چیکار کنیم؟ کلا بزنیم. کلا اگه بخوام بیس روی آبرویی که ازش تو فامیل رفته نه نمره بدیم، 7 به نظرم منطقیه. 7 از 10. آره من نظرم رو 7 خیس میشدم از 7. 7 از 10 واسه شما. ببین خب اون موقع که من دبیرستانی بودم ما یه معلمی داشتیم که این قدش خیلی کوتاه بود و لباس فرم دخترای دبیرستانی سرمه‌ایه. این معلمه هم میومد سر تا پا سرمه‌ای میپوشید. ولی یه روز که ما همینجوری کنار هم نشسته بودیم توی کلاس، من نمیدونستم که معلم داخل کلاسه، چون بچه‌ها خیلی راحت رو میز معلم نشسته بودن، معلم هم داشت وسط کلاس برخوش قدم میزد. چی گفته پشت سر این؟ بعد دیو سر حرف شد، بچه‌ها گفتن کلاس بزرگه، میتونیم توش فلان کارو کنیم بسار کار کنیم. منم یهو واقعا نمیدونم چرا این حرفو زدم، ولی یهو گفتم که آره واقعا مثلا فکر کنید کلاس رو بیایم. چی گفته به نظرت؟ من فکر میکنم یه چیز سکسی گفته، نمیدونم چرا. چیزی که من فکر میکنم اتفاق افتاده با توجه به سن و سالی که داره صحبت میکنه، دبیرستان و اینا فکرشون توی داستانه، کلا توی پسر و دختر رو زدن توی خاک برسری مسائل اینا. مثلا فکر کنید کلاس رو بیایم قسمت بندی کنیم، بعد هر کی توی قسمت بره اون یکی رو کنه. مثل دیوار مهربانی که فیلمشو تو گروه میفرستادیم میخندیدیم. بعد بلند خندیدم. بعد رفیقام خیلی پوکر منو نگاه کردن و گفتن که چرا داری اینو تازه دیدم که معلم تو کلاس بوده و معلم به روی خودش نیاورد و گفت من نشنیدم و بودو رفت بیرون. اون بنده خدا خجالت کشیده. چند میدی اینو؟ قبلیه خود فاکتاب‌تر بود. آره رسوایی خانوادگی، رسوایی مدرسه، رد میشه میره. آره بچه‌ها دور هم تازه بعد معلمه فرار کرده. آره رسوایی خانوادگی بالاتره. 5-6 واسه من، واسه تو هم 5-6 6. یه سوتی خیلی بزرگی هم که دادم و هیچ وقت یادم نمیره اینه که من توی مدرسه توی دبیرستان به عنوان یه آدم خیلی ساکت و آروم میدیدنم و به این چشم یه آدم خیلی مثلا سوبر به هم نگاه میکردن. بعد یه بار سر کلاس معلم شیمیمون من یه سوتی خیلی بد دادم. معلم شیمیمون یه آدمی بود که مثلا به جای اینکه بیاد تدریس بکنه حرف میزد، از زندگیش حرف میزد و من هی توی ذهنم همیشه به خودم گفتم چقدر حرف میزنه، چقدر باور کن بلند گفته. یه بارشو بلند. یه بار حواسم نبود و بلند گفتم بابا چقدر هیچ وقت یادم نمیره چطوری نگاه کردن همه و چقدر خجالت کشیدم. و اون معلم تا سال بعدش هم که معلم بود با هم بد بود، به زور به هم نمره میداد. اینو خیلی بد. این بده آجی، خیلی بد بود. این بده. این که مستقیم برگردی بگی چقدر زر میزنی رو داره خاطره میگه. بعد یارو داره مثلا اومده مشکلات زندگیشو داره اونجا میگه، مثلا دستاورداشه، تو مستقیم میرینی به یارو، خب بده دیگه.
نه این واقعا مثلا 8 اینا 8 را داره. آره 8. خانواده من خیلی خانواده مذهبی هستن. الهی شکر خدا. و یعنی وقتی بچه بودم اصلا انتظار نداشتن چیزای مبتدیانه رو هم بلد باشم، مثل حالا تولید مثل و چیزای اینطوری. تولید مثل بگو دیگه. یه بار نشسته بودیم، من فکر کنم کلاس 5 یا 6 بودم و خب انتظار داشتن که الان یه قدیسه بار آورده باشن. بعد داداشم اومد نور لیزرشو گرفت توی چشمای من مستقیم. بعد من چشام خیلی درد گرفت و من خواستم داد بزنم بگم نکن کورم کردی یا داد زدم. نکن کونی باور کن گفته نکن کونی. ببین نظری ندارم. نکن گیرم کردی. و بعد اون دید خانوادم کلا نسبت به من عوض شد و به همین خاطر یا قدیسه تبدیل به کلا بعد اون به یه چشم دیگه بهم نگاه کردن و کم کم من شروع کردم به فساد فامیل شدن و خانواده شدن و کلا تغییرشون دادن و از همونجا شروع شد و این سوتی هیچ وقت یادم نمیره. سوتی که نبوده سرنوشتت بود خواهرم. ببین این خداییش هم خانوادگی بود هم کلاس 5 و 6 بوده طرف گفته این حرفو. خیس میشن از عرب. مادر و پدر و داداشت اونجا بودن. فکر می‌کردم مریم باکره یا این داستانا. اصلا تو خانواده مذهبی هر جور نگاه کنی این 9 و 10 باید باشه. آره بستگی داره که نگاهیای بعدش چقدر بوده باشه، یعنی مثلا چقدر بعدش آبروش رفته یا مثلا رفتارا باشه عوض شده یا اینا. ولی خب آره 9 منطقی. خواهرم شما خودتو کنترل کن. این که از سر کلاس اینم از تو خونه. من دوران راهنماییم اواخر دوران راهنمایی بود فکر میکنم. یکی از معلمامون وسط سال عوض شدش. یه خانم خیلی مسنی اومد جاشون که تقریبا بالای 50 سالش بود. اومد از ما پرسید فامیلی دوستتون چطوری نوشته میشه؟ فامیلی دوستم 4 دولی بود. من از ته کلاس بلند داد زدم 4 دولی خونده میشه، در از 4 دولی نوشته میشه. و سر همون قضیه من از کلاس انداخت بیرون. ایموشنال دمت. ببین معلم داریم که طرف اومده مورد گفته بیایم سکشن به سکشن تو کلاس هم دیگه رو کنیم مثل دیوان مهربانی و اون رفته و معلم داریم که سر یه همچین چیز ما فامیل طرف چیکار کنن؟ درست میگه 4 دولی نوشته میشه. خودت سوال کردی می‌خواستی املات خوب باشه. برو خود را برو. چند تا بدیم تو بده اینی رو. این چون به گاه رفته بهش 7 میدم گناه داره. من اینقدر سوتی زیاد دادم که نمیدونم کدومش رو تعریف کنم و یا کدومش بدتره. الهی بگردم. ولی یکی از سوتی‌هایی که اخیراً دادم همین یه هفته پیش بود که رفته بودم جیم. از اونجایی که همیشه دم رزرشن یه عالم اطلاعیه میزنن من زیاد توجهی نکردم. اون روز برنامه استخر داشتم و طبق معمول رفتم توی رختکن که یهو دیدم که همه آقایون لخ وایسادن، همه زل زدن به من. یه لحظه جا خوردم، فکر کردم که من اشتباه رفتم. ولی یکی از آقایون به من گفتش که امروز رختکن‌ها سواب شده. اومدم بیرون نگاه کردم دیدم سر تا سر دیوارا از بالا از دم رزرپشن تا داخل استخر اطلاعیه زدن که رختکن‌ها سواب شده چون که رختکن خانم‌ها نیاز به تعمیرات داشته. یه لحظه با خودم فکر کردم که اگه این اتفاق برعکس میشد و یه آقا میومد داخل رختکن خانوما چی میشد؟ خوش به حالش واقعا. اینه که خانوما که میرن توی اتفاق آقایون شاکی نمیشن که. بالاخره همون شرمندگیش واسه همون خود خانومه. ولی نمره بخوایم بدیم به این یهو بری تو اینا آویزون وایسادن اونجا. 9.5 اینا رو میدم، مثلا لول شرمندگیش 9.5. پس بالاترین شد این. بعد جیم هم هست، جیم بوده طرف و اونجا میری تو به صورت مرتب و منظم. آره دوباره میبینی اینا رو تو استخر، میبینی دوباره اینا رو. خب چند تایی هم هست واسمون فرستادید خوندنیه. نوشته که در زدم رفتم داخل اتاق مدیر عامل شرکت، کارم که تمام شد در زدم اومدم بیرون. به علاوه 18 و خاک برسری نبود ولی 6 لیاقتشه مینیمم. نره 6. یه مهمونی خیلی خفن دعوت بودم که آدما همه درست حسابی بودن و باهاشون رو درواسی داشتم. شلوار جدید خریده بودم، همونو پوشیدم.
رفتم وقتی برگشتم دیدم که مارک شلوارم روشه و تمام مدت تو مهمونی از پشت شلوارم آویزون بوده. دستشون درد نکنه، هیچ کس هم به روم نیاورد که مارک شلوارمو نکرد. این واسه هممون شده. آره فکر میکنم، من یادم نمیاد ولی احتمالاً شده. من واسه تیشرت مطمئنم شده که این دیدی روش می‌نویسن اس 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 قرمز. نره پشتش زده بود، بعد تیشرت مثلا فرض کن سفید یا کرم بود، اینو من قرمز روش زده بود اس اس اس. من با همون رفته بودم بیرون، بعد رفیقم اومد کندم پشت. نه این خیلی کامله به نظرم، اینو قبول نمیکنم. 5 تا زیادشه ولی چون تو داری میگی 4 تا باشه 4. آقا من 14 سالم بود، پسر خالم از سوئد اومده بود ایران و تصمیم گرفتیم با پسر خاله ها و دختر خاله ها شب دور هم خونه خالم بمونیم. خونه خالم 2 طبقه بود، ما همه رفتیم طبقه بالا. اینا بالا یه کاری کردن والا خود هنوز نیاز به اطلاعات بیشتر داریم. آره ادامه بده. ساعت حدوداً 2 شب بود، اینا منو فرستادن پایین که از پایین زغال ببرم برای قلیون. ما بچهای خوبی بودن. چشمت روز بعد نبینه، در رو باز کردم رفتم تو، دیدم وسط پذیرایی پاهای خالم رو هواست و شوهر خالم روی خالم. منم انقدر هول کردم جای این که از همون راهی که اومدم برگردم خیلی شیک رفتم زغال برداشتم و رفتم بالا. طبیعیش کرده. نایس. با سوتی خانوادگی. چیکار میکنید تو این خانواده هاتون شما؟ آقا ما این همه سال گشتیم، نه عمویی نه خاله نه دایی یا هیچی. لنگ هیچکی رو هوا نبود. خیلی ریلکس میگذروندن آجی. چیکار میکنین؟ واقعا چرا اینجا؟ بعد حالا ببین طرف رفته وسط پذیرایی پای خالش رو هوا بوده. خب اتاق داشتی طبقه پایین، چرا تو اتاق وسط پذیرایی تو میدونی اینا بالان؟ این اصافا سوتیه این شخص نیست. نه ببین بنده خدا سوتیه به نظرم شوهر خالشه که چند بدیم اینو خداییش. شوهر خالش خف شده در حقیقت. به سوتیه شوهر خالش بینم. من جای خالش بودم دیگه پاهامو هوا نمی‌کردم. 72 پروانه نه من آره. چند بدیم به شوهر خالش؟ به شوهر خالش با این خایه بزرگی که داشته داشتمون وسط پذیرایی مثلا من 8 میدم، 7.5 میفرمان که هیچکی وسط نبود. رفتم وسط برقصم واسه خودم تا شروع کردم موزیک تموم. این پابلیک هیومیلیشن. آره این خیلی بده. آره یه از بدنت سرد میشه اصلا یه دور لحظه نمیخوای باشی، میخوای نباشی. 7 رو بهش بدیم. 7 رو بهش میدم چون وسط جمع شدی 7 بدیم. من چند سال پیش از طرف آزمایشگاه میکروسکوپ بهم هدیه دادن. شبش اومدن فامیل اینا اومدن خونهشون واسه تبریک و اینا. عموش برداشته گفته که مبارک عمو جان، برو میکروپوس تو برد بیار، میخوام ببینم قند زیر میکروپوس چه شکلی میشه. این که عموش کرم از عمو بوده یا نه میدونی اینجا مشخصه کرم از عمو بود. بنده خدا میکروسکوپ بهش دادن مشخص علمی بوده. نه برای یارو که علمی بوده ولی این که عموش آیا در جریان بوده که میکروپوس نیست؟ این یه سواله. میفهمان که جلوی کراشم به خاک شیر گفتم شاخ شیر. چی بگم آخه من به نظرم رو لفظ بیانتون کار کنید. یه خورده تمرین جلو آینه کلماتو عقب جلو کنید ببینید مثلا 3 بار پشت سر هم چیزو بگو اینجا هم میرینی. حالا بستگی داره، مثلا اگه کراشت من بودم تو این حرکتو میکردی بهتر میشد. آره واسه بستگی به کراشت داره. آره. کراشت یوبس باشه برات بد میشه. سر همین 5 تا بیشتر نمیدم، ممکنه کراشت تو گرفته باشه. خب ما تا الان راجع به سوتیا صحبت کردیم. حالا یه مورد دارم من که وقتی که تینیج بودیم یه حرکتی زدیم و تا یه مدت خیلی طولانی ما این حرکتو میکردیم و کسی نفهمید و اونم این بود که با ما پلی استیشن داشتیم. بعدش حالا به دلیل درس خوندن و حالا یادم نیست مثلا پانیشمنت یا از این داستانا بود، از خونه میرفتم بیرون، این کابل پلی استیشن رو برمی داشت قایم میکرد میرفت بیرون. بعد ما خیلی ریلکس اینجوری بودیم که خب که قایم کرد رفت بیرون، کابل ضبطمون رو همون برق بود. ما برمی داشتیم میزنیم پلی استیشن بازی میکردیم. اینجوری بودیم که داداش همین یه مدت خیلی طولانی ما این حرکت رو میزدیم و مسئله این بود که خب دسته پلی استیشن رو ببر. این همه چیز از پلی استیشن یه چیز دیگه ببر نشه واسه که برق واقعا مموری کارت یارو رو بردار ببر، سی دی بازیشو بردار ببر. چرا کابل برق قشنگ من تو خونه 3 تا دستگاه دیگه با همون کابل برق کار میکرد. حالا استاد میبینه این ویدیو رو اینجوریه که شت. بله آقای وایدی آقا خیلی کیف کردیم، دمتون گرم، دم همه اونایی که فرستادن چه وایس چه تکست گرم، لذت بردیم، خندیدیم با هم. امیدواریم که شما هم لذت برده باشید. به من که خوش گذشت، امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. ممنونم که یه ویدیوی دیگر رو با 2 واحدی تماشا کردید. من پارساشونم. منم مسعودشونم. تو بعدی میبینمتون.